امروز میخوام راجع به مشکلی صحبت کنم که اغلب جوانها رو درگیر خودش میکنه. موضوع امروز در مورد جوش و آکنه هستش. سلام، من دکتر صفاییم و اینجا نوا کلینیک. ما میلیون ها منفذ داره که هر کدوم از این منافذ یک غده تولید کننده چربی یا غده سباسه داره. وقتی این غدد بیش از حد فعال میشن و چربی اضافی تولید میکنن، این چربی از این منافذ میاد بالا و با سلول های مرده سطح پوست ترکیب میشه و منافذ رو مسدود میکنه. حالا که منافذ مسدود شده، باکتری های فرصت طلبی که روی پوست ما هستن میان و با تکثیر خودشون ایجاد التهاب میکنن و اون جوش هایی رو که شما در سطح پوستتون میبینید رو ایجاد میکنه. جوش ها انواع مختلفی داره. من اینجا میخوام 5 نوع جوش پوستی رو به شما بگم. اولیش جوش های سرسیاه هست. همونطور که گفتم، منافذ سطح پوست به وسیله چربی و سلول های مرده پر میشن و بعد باکتری های فرصت طلب التهاب ایجاد میکنه. زمانی که این چربی در تماس با هوا قرار بگیره، اکسید میشه و به رنگ سیاه در میاد. دلیل سیاه بودن جوش های سرسیاه همین. دقیقاً مثل زمانی که یک سیب رو گاز میزنید و توی هوای آزاد قرار میدید و بعد از مدتی رنگش تیره میشه. اون سیب در واقع اکسید شد. نوع دوم جوش های سرسفید هستند که هنوز چربی در معرض هوا قرار نگرفت. نوع سوم رو بهش میگن پاپول. اینها همون جوش های قرمز کوچیکی هستند که بافت اطرافشون ملتهب. نوع چهارم رو بهش میگیم پوستچور. اینها همون جوش‌های چرکی هستن که سرشون سفیده و چرکشون در واقع ترکیبی از سلول‌های گلبول‌های سفید خون، باکتری‌های مرده و بافت‌های آسیب دیده. و در نهایت نودول‌ها و کیست‌ها که بزرگترین و دردناکترین نوع جوش‌ها هستند و به طور عمیقی زیر پوست شکل میگیرن و میتونن جای زخمشون رو هم به جا بذارن. یک باوری وجود داره که میگن نور خورشید باعث بهبود آکنه میشه، اما اینطور نیست. در واقع نور خورشید در کوتاه مدت میتونه التهاب و قرمزی جوش پوستی رو کاهش بده، اما در بلند مدت با آسیب زدن به دی ان ای سلول های پوستی باعث میشه که تولید چربی در غدد سباسه افزایش پیدا بکنه و آکنه رو بدتر میکنه. مورد دوم در مورد شکلات هستش. سالها بر این باور بودن که شکلات باعث ایجاد جوش پوستی میشه، اما این باور غلط تا حدودی. برای بعضی از افراد مصرف شکلات تلخ باعث تشدید آکنه‌شون میشه و این هم به خاطر وجود ماده‌ای به نام متیل گزانتین در شکلات تلخ هستش. اما جالب اینه که توی شکلات سفید و شکلات شیر رنگ این مواد کمتر وجود داره. نکته بعد در مورد ژنتیک هستش که اگر پدر یا مادر شما با آکنه شدید مبتلا بوده، شانس ابتلای شما با آکنه تا 80% افزایش پیدا میکنه. حالا بریم سراغ درمان این بیماری. درمان این بیماری بر پایه یه سری از کارهایی هست که باید انجام بدید و یک سری داروهایی که ممکنه پزشک شما برای شما تجویز بکنه. اولین کاری که انجام بدید اینه که اصلا نباید از مواد آرایشی که بر پایه الکل هستن استفاده بکنید، چون الکل میتونه آکنه رو بدتر بکنه. دوم این که همونطور که گفتم، آفتاب میتونه آکنه رو بدتر بکنه، پس استفاده از کرم‌های ضد آفتاب میتونه گزینه بسیار مناسبی باشه. اما در مورد داروهایی که ممکنه پزشک شما برای شما تجویز بکنه، اول آنتی بیوتیک ها هستن که کارشون اینه که در واقع اون باکتری های فلور نورمال رو از بین ببرن. حالا این آنتی بیوتیک ها میتونن خوراکی باشن یا موضعی باشن. نکته دوم و داروی دوم خانواده اسید آزلاییک ها هستن. این داروها میتونن هم التهاب رو بهبود ببخشن، هم قرمزی رو برطرف کنن و هم اون باکتری ها رو از بین ببرن و
کلاً برای افرادی که پوست حساسی دارن بسیار داروی خوبی هستن. و نکته آخر کرایوتراپی یا سرمادرمانی هستش که با این روش میتونن التهاب جوشهای پوستی رو برطرف کنن و به بهبود اون کمک کنن. حالا بریم سراغ درمانهای خونگی آکنه. اول باید بهتون بگم که این درمانهای خونگی هیچ پایه و اساس علمی ندارن و فقط بر اساس تجربیات دیگران به وجود اومدن و شما هم میتونید از اونها استفاده بکنید، شاید براتون موثر باشه. اولین ترکیب روغن درخت چای و روغن زیره سیاه هستش. روغن درخت چای خاصیت ضد باکتریایی داره و روغن زیره سیاه خاصیت ضد التهابی و ترکیب این دوتا میتونه به بهبود آکنه شما کمک بکنه. ترکیب دوم ترکیب جوی دوسر و عسل هستش. جوی دوسر میتونه در واقع یک خاصیت ضد التهابی داشته باشه و خاصیت پاک کنندگی پوست داره و عسل هم باز خاصیت ضد باکتریایی داره و این دو ترکیب میتونن هم به بهبود آکنه شما و هم به شفافتر شدن پوست شما پس از آکنه کمک بکنن. یه سری چیزا هستن که میتونن آکنه شما رو بدتر کنن اما ممکنه شما با اونها آشنایی نداشته باشید. اولیش کمبود خوابه. کمبود خواب باعث تشدید ترشح هورمون کورتیزول میشه و هورمون کورتیزول مستقیما روی غدد سباسه اثر میگذاره و تولید چربی اونها رو افزایش میده که این باعث بدتر شدن آکنه میشه. مورد دوم نور آبی ساطع شده از تبلت و موبایل هستش که این باعث میشه در بلند مدت در واقع آکنه شما بدتر بشه و در نهایت استفاده بیش از حد از مواد آرایشی بهداشتی که باعث لایه برداری پوست میشه و باعث میشه سد محافظتی طبیعی پوست از بین بره و آسیب ببینه و آکنه شما بدتر خواهد شد. امیدوارم از مطالبی که توی این ویدیو گفتم استفاده لازم رو برده باشید. اگه سوالی براتون باقی مونده حتما توی کامنت ها ازمون بپرسید، ما به اون جواب میدیم. همینطور اگه تجربیاتی در مورد بهبود جوش پوستی خودتون داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید تا دیگران از اون بهره مند بشن. امیدوارم که شاد و سالم و موفق باشید و خدا نگهدارتون.